و در درس چهارم بسم الله الرحمن الرحیم زیادت و نقصان ایمان. حالا ما و شما پرسان میکنیم که آیا ایمان کم و زیاد میشه؟ در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال علمای اسلام ثابت است که ایمان زیاد و کم میشه، یعنی ایمان انسان زیاد و کم میشه، چون اعمال داخل چی هست؟ اعمال داخل ایمان شد، بنابراین یک کسی اعمالش زیاد میشه، یک کسی اعمالش کم است. پس به این اساس ایمان زیادت و نقصان داره. خب اینجا دلایلش بیان میکنیم که کسایی که میگن که آل شما میگن که ایمان زیادت و نقصان داره، چی دلیل است از قرآن عظیم الشان؟ میگیم در قرآن عظیم الشان اینجا علما آیات زیادی را نقل کردن. مثلا یکی از آیات قرآنی در سوره فتح آیت 4 است: هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. الله ذات است که نازل کرده سکونه در قلب مؤمنا لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا که زیاد کردن اینا ایمانه به امرای ایمان شد. این نظر به این آیت شریف میگه. اینجا گفت لیزدادو، تا که ایمانشان چی شوه؟ ایمانشان زیاد شوه. پس این دلیل است به این که خب این آیت اولی. آیت دومی میگن در این آیت شریف سوره 31 سوره مدثر: و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تا که میگه اهل کتاب یقین حاصل بکنن، و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و ایمان کسانی که ایمان داره زیاد شود. و یزداد الذین آمنوا ایمانا. در اینجا علمای اسلام چی میگن؟ حالا اینجا خب اونا ایمان داشت، میگه به خاطر که ایمان کسایی که ایمان دارن زیاد شود. پس ایمان چی میشه؟ زیادت این داره، زیادت و نقصان. آیت سومی رو میگن در آیت سومی: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. میگه برای کسایی که وقتی که تلاوت شوه آیات الله، آیات قرآن بر ازنا تلاوت شوه، زادتهم ایمانا، ایمانشان چی میشه؟ زیاد میشه. این میگه آیت دوم سوره انفال. این دیگه دلیل. آیت چهارمی در دیگه آیت قرآن هم آمده هست. مثلا در سوره توبه آیت 124 در اینجا میگه که و اذا ما انزلت فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا. اینجا هم گفته که ایکم زادته هذه ایمانا. اینجا هم دلیل است بر زیادت ایمان. چرا وقتی که ما و شما یک حکم اسلامی و یک خصوصا یک موضوع اعتقادی رو بیان میکنیم، مکلفیت داریم که بر ازو سند از آیات قرآن داشته باشیم، احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم و ببینیم که علمای بزرگوار اسلام، اینا مثلا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین و تبع تابعین و دیگه علمای اسلام این چه قسم گفتند. ما و مکلفیت ما امی هست. خب حالا چی دلیل داریم از احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ یک حدیث. خب امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح البخاری باب را تحت عنوان، ببین امام بخاری رحمت الله علیه هم محدث است و هم فقیه است. وقتی که برای کتاب خود یک باب بیان میکنه به معنای ازی است که یک موضوع فقهی یا اعتقادی، چی فقه اکبر باشه که مربوط به عقیده شود، چی فقه اصغر باشه که دیگه مسائل باشه. پس وقتی که یک عنوان بیان میکنه به این معنا که این مسئله دینی هست. پس امام بخاری رحمه الله درباره زیادت ایمان، نقصان ایمان چی میکنن؟ یک بابی داره به نام باب و زیادت الایمان و نقصانهی. باب از درباره زیادت ایمان و نقصانش و بازدهی احادیث و ذکر کرده. مثلا در امام بخاری مثلا حدیث است عن انس عن النبی صلی الله علیه و سلم. انس رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فرمودن: یخرج من النار من قال لا اله الا الله و فی قلبه وزن شعیرة من خیر. یعنی میگه از آتش دوزخ بالاخره کشانده میشه
بیرون میشه. یک تعداد مردم هستن که مثلا اعمال ندارن و ایمان دارن لکن ایمانشان بسیار ضعیف است، این دوزخ میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که از دوزخ کشیده میشه. کدام؟ کسی که لا اله الا الله میگه و فی قلبه وزن شعیره من خیر، به اندازه یک شعیر جو میگن، به اندازه یک دانه جو از نیکی هست. و یخرج من النار من قال لا اله الا الله و فی قلبه وزن بره من خیر، یعنی به اندازه یک گندم در قلبش است. و من قال وزن ذره، یا به اندازه ذره چی را میگن؟ عمود دانه جواری را میگن. به اینمی قسم مثلا امام ابی داود رحمه الله او هم یک در کتابش یک باب آورده، چی میگه؟ باب الدلیل علی زیادت الایمان و نقصانه. این در کتاب خود ما و شما سنن ابی داود رحمه الله را میفهمیم که یکی از کتابای معتبر حدیث است. اینال این میگه که باب از درباره دلیل بر زیادت ایمان و زیادت و نقصان ایمان. پس این علمای بزرگوار هستن که چی میگه و حدیث باز روایت میکنن. میگه که امام ابو داود رحمه الله عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. میگه کامل ترین ایمان کسایی است که اخلاق بسیار خوب داشته باشند. پس اینال ایمان کسایی که اخلاق خوب ندارن ها چطور هستن؟ نظر به حدیث شریف کسی که اخلاق خوب نداره ایمانش کامل نیست، ایمانش ناقص است. اما اگر کس میخواد که ایمانش هم 100% خوب باشه باید این اخلاق بسیار عالی داشته باشه. پس از این حدیث امام ابو داود رحمه الله که در اینجا ذکر کرده این دلیل گرفته به چی؟ به زیادت و نقصان ایمان. دیگه عالم دیگه امام نسائی هست. امام نسائی نیست، نسائی هست. نسا یک منطقه هست در ماوراء النهر. این امام نسائی که صاحب سنن نسائی است این از این منطقه هست، به منطقه نسبت است. این هم یک باب دارد تحت عنوان زیادت الایمان، بر معنای زیادت ایمان. خب پس فهمیدیم از آیاتم و از احادیثم. خب اقوال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این راستا داریم که صحابه گفته باشن که ایمان زیاد و نقصان میپذیره، یا دیگه علما میگیم که بله در این قسمت هم دلایل است. مثلا عمر رضی الله تعالی عنه رضی الله عنه برای دوستانش میگفت هلموا نزدد ایمانا، بیاین که ایمان خود زیاد کنیم. پس وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه بیاین که ایمان خود زیاد کنیم، با چی ایمان خود زیاد میکردن؟ بشیشتن و اعمال خیر را انجام میدادن، تلاوت میکردن، ذکر میکردن، عبادت میکردن، درس و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیات قرآنی را ایره چی میگن؟ میگفتن هلم نزدد ایمان. پس به ایمانا که عمر رضی الله تعالی عنه یکی از فقهای صحابه هست، به این عقیده هست که ایمان زیاد میشه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه این هم از جمله فقهای صحابه هست. این چی میگه؟ این دعایش میگه که اللهم زدنا ایمانا و یقینا و فقها. این میگه که یا الله بر ما زیاد کو ایمان مرا و یقین مرا و فقه و دانش مرا. پس به ایمان است که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وقتی که میگه زدنا ایمانا یعنی ایمان زیاد میشه. دیگه صحابی کرام معاذ ابن جبل رضی الله عنه هست. این برای یک شخص میگفت اجلس بنا نؤمن ساعتا، میگه یک ساعت که ایمان بیاریم. حالا چی خناخ صحابه هستن ایمان دارن، یعنی ایمان ما زیاد شود. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دیگه صحابی هست. این میگه که ثلاث من کن فیه فقد استکمل الایمان. سه چیز است که اگر در یک کسی ایره داشته باشه فقد استکمل الایمان، ایمان تکمیل کرده. متوجه هستین؟ اگر کسی سه چیز نداشت ایمان یعنی ایمانش کامل نیست، ناقص است. خب این سه چیزی که عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه میگه که ایمان تکمیل میکنه چی است؟ انصاف من نفسه، اول که در نفس خود انصاف داشته باشه، بسیار با انصاف باشه، یعنی در حق دیگران ظلم نکنه. والانفاق، دومی صفت چی است؟ که والانفاق من اقتار، در وقتی که ناتوان است، فقیر است، چیز نداره، مالش کم است، در این صورت انفاق بکنه و بر فقیر، مسکین و بر زنا. سومی چی است؟ و بذل السلام للعالم، و دیگه سلام برای کلگی بده.
اوتلیت که مثلا کس را میشناسه که از او سلام علیکی و جورپرسانی میکنه، یا در یک مجلس میره یا در یک جای میره، خصوصا مثلا در راه میره، برای خواهرانی برای مردها مثلا در اینجا یا مثلا در مجلس میباشه، کس میره در مجلس وقتی که دیدم کس را میشناسه که از او سلام علیکی میکنه و کس دیگه که مثلا نه پس ای اگه میخواد که ایمانش تکمیل باشه برای هر کس سلام بکنه. ای از عمار ابن یاسر است. خب آل ایران فهمیدیم. از علمای اسلام چی دلیل دارین؟ خب از علمای اسلام، از هر عالم اسلام مثلا ما و شما میگیریم و اقوالشان. مثلا امام ابن تیمیه رحمه الله در فتاوایش نشته میکنه که والمأثور عن الصحابه، میگه اثر هست، سند است از کی؟ از صحابه و ائمه التابعین و امامای تابعین و جمهور السلف و تمام سلف صالح چی هستن؟ و هو مذهب اهل حدیث. پس 4 چیز گفت: از صحابه، از ائمه تابعین و جمهور سلف و هو مذهب اهل حدیث و هو المنسوب الى اهل السنه. و پنجم منسوب است به اهل السنه. چی منسوب است؟ ان الایمان قول و عمل یزید و ینقص. میگه ایمان که از قول و عمل است، زیاد میشه و کم میشه. خب یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیه. این قاعده را میگذاره امام تیمیه ابن رحمه الله از علما نقل میکنه که یزید بالطاعت، با طاعت زیاد میشه، و بالمعصیت و با معصیت اینا کم میشه. امام لالکایی هم یکی از علمای بزرگ است. این چی میگه؟ میگه که از علمای اهل سنت است، میگه که ایمان قول و عمل است، زیادت و ناقص میشه. و امام ابن ابی العز حنفی در کتاب شرح عقیده طحاویه داری چی میگه؟ میگه والادله علی زیادت الایمان و نقصانه من الكتاب و السنه. میگه دلائل به زیادت و کمی ایمان از قرآن و سنت و آثار سلفی کثیرة جدا، و از آثار سلفی بسیار زیاد هست. پس این کلش دلائل به چی شد؟ زیادت و نقصان ایمان شد.